علیکم تماشابینان گرامی، خوش آمدید به کانال دنیای رنگین کودکان. در نوار امروزه من به شما بافتنی قلمدان رو نشان میدهم. چون هر وقت اول از حلقه سر میکنیم با رنگ سفید. شش تا زنجیر بافتیم، جفت کرده و پیوست میکنیم. پس از این 6 تا جفت میبافیم، یعنی در هر سوراخی 2 تا میبافیم. یک تا، دو تا، سه تا، چهار تا، 5 تا، و 6 تا. پس از این رشته اشارتی را گذاشته 1 تا تاق 1 تا جفت میبافیم. یک تا تاق، 1 تا جفت. یک تا تاق، 1 تا جفت. تا آخر قطار 1 تا تاق 1 تا جفت میبافیم. ما با آخر قطار رسیدیم، 1 تا تاق 1 تا جفت بافتیم. همین طور 9 قطار دیگر تا آخر بافته می رویم. یعنی یک قطار دیگر 2 تا تاق 1 تا جفت می بافیم تا این آخر قطار می آییم. 3 تا تاق 1 تا جفت می بافیم. 4 تا تاق 1 تا جفت می بافیم. هر یک قطار را تا امین رشته اشارتی بافته می آییم. پس از این باز دوامش رو به شما نشان می دهم. من 9 قطار دیگر بافتم. اکنون پس از این مفهومی از قفا بافتن رو استفاده می بریم. انا همین طور. یک تا از این طرف، یک تا از این طرف گرفته و یک باره می براریم. این قطار را تا آخر همین خیل بافته می رویم. من این قطار را تا آخر بافته تمام کردم، یعنی مفهومی از قفا بافتن را استفاده کردم. پس از این گرد و بگرد 13 قطار دیگر عادی می بافیم. عادی یعنی در هر سوراخی یک تایی بافتن. چخیلی که می بینید من 13 قطار دیگر عادی بافتم. پس از آن
9 تا تاق، 1 تا جفت میبافیم. یک قطار تا آخری قطار تا همین قسم می آییم و بعد از آن با 13 قطار دیگر به مانند پایانش عادی بافته می رویم. حلقه من 13 قطار دیگر عادی بافتم. از آخر آن قطار به طرف قفا بافته می رویم. این قسم را تا همین آخر آن قطار همین طور بافته می رویم. من تا آخر همین طور بافتم و رشته زیادی را می بریم. این قسم قلمدان ما تمام شد. قلمدان ما که شکل سکچه را می گیرد، ما باید 2 تای دیگر گوش و دهان سکچه را بافیم. میگذاریم به قسم گوش های سکچه. با رنگ سفید اول حلقه می بافیم. پس از این 6 تا جفت می بافیم. رشته اشارتی را گذاشته 4 قطار دیگر 1 تا تاق 1 تا جفت، 2 تا تاق 1 تا جفت، 3 تا و 4 تا می بافیم. من 4 قطار بافتم. اکنون عادی می بافیم. من 1 قطار عادی بافتم. 12 قطار دیگر عادی می بافیم. من 12 قطار دیگر عادی بافتم. پس از این به قسم کم کردن می گذاریم. 16 تا تاق می بافیم. 1 تا کم می کنیم. شانزده تا عادی بافتم. 1 تا کم می کنیم. باز 16 تا عادی می بافیم. یک تا کم می کنیم. باز 15 تا عادی می بافیم. 1 تا کم می کنیم. 2 مراتبه تا قطار 10 گوش را کم کرده می رویم. یعنی 15 تا تاق 1 تا کم می کنیم 2 مراتبه، 14 تا تاق 1 تا کم می کنیم 2 مراتبه. با همین گوش را تمام می کنیم. من گوش را بافته تمام کردم.
و همین مانند یک تای دیگر با رنگ خاکی گوشی دیگری سگچه را می‌بافیم. من یک تای دیگر با رنگ خاکی گوشی سگچه بافتم و می‌گذاریم به قسم بافتنی دهان سگچه. چون هر وقت اول حلقه می‌بافیم و 6 تا جفت می‌بافیم. از 6 تا جفت بافتن رشته اشاراتی را گذاشته یک تا تاق یک تا جفت می‌بافیم. 2 تا تاق یک تا جفت می‌بافیم. 3 تا تاق یک تا جفت می‌بافیم. در عموم 3 قطار دیگر می‌بافیم. پس از آن 3 قطار دیگر عادی می‌بافیم. من بینی را بافته تمام کردم. رشته را کمی درازترک گرفته می‌بریم. من 2 تا همین خیلی گردک بافتم. یک تاش را برای گوش بافتم. بافتن اینها بسیار آسان است. باوری دارم شخصانی که درس‌های ما را از اول تماشا کردن این برایشان بسیار آسان است. چون هر وقت اول حلقه می‌بافیم 6 تا جفت و پس از این 1 تا تاق 1 تا جفت 2 تا تاق 1 تا جفت می‌بافیم. در اینش باشد حلقه می‌بافیم و 6 تا جفت می‌بافیم. تمام. اینش رو در قسم گوش پیوست میکنیم. اینش را باشد در قسم چشم. قسم گوش رو الکی من پیوست کردم. اینش رو در قسم چشم میچسبانیم. در قطار 12 چشمک ها را میچسبانیم. برای مستحکم ایستادن قلمدان من از همین پلاستماس استفاده میبرم. این را به اندازه تگ همین قلمدان بریده و در تگش میگذارم. قلمدان مستحکم میایستد. این قسم چشم را و بینی را هم میدوزیم. گوشک ها را هم میدوزیم. همین طور میچسبانیم همش رو.
چخیره که میبینید قلمدان ما تمام شد. با همین نوار ما به آخر رسید. اگر نوار ما به شما پسند آمده باشد پس لایک ماندن و ابونه شدن را فراموش نکنید. تا نوارهای آینده خیر در امان خدا باشید.